هفته خبر تو خبر داره براتون. از ادامه سریال باد زدن توافق رو منقل انرژی هسته‌ای و دفاع چپن قیچی این خبرنگار جام زهری از راهنمودای عمود خیمه نظام به تیم مذاکره کننده. بعضی موقع مقام معظم رهبری راجع به بعضی از خطوط قرمز که خط نشون می‌کشید و میگفتن اینجا خطوط قرمز و ایران از اینجا نباید عقب‌تر بیاد، این تقریبا میشه گفت یک سپر جدی بودش که تیم مذاکره کننده از این استفاده می‌کرد و وقتی که ایران اعلام می‌کرد که دیگه مقام معظم رهبری و خود امریکایی‌ها می‌فهمیدن که حرفی که آقا بزنه عقب نشینی راجبش وجود نداره، یه مرحله عقب‌تر می‌رفتن. این خبرنگار تیوی ریش در حالی از حرفای عظما به عنوان وسیله پیشبرد مذاکرات اسم میبره که خود ولی فقیه زرخورده هنوز مردده و خودش هم نمیدونه که این توافق خوب بوده یا بد. توافقی که حالا معلوم نیست نه در اینجا هنوز تکلیفش معلومه، نه در آمریکا. هم اینجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول، هم اونجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول. خلاصه این که ولی فقیه دنبال این بود که هر طور شده با این مذاکرات یه دری برای نظامش باز کنه، اما الان چارچنگولی توش مونده. نیت آنها این بود که از این مذاکرات و از این توافق وسیله‌ای پیدا کنن برای نفوذ در داخل کشور. ما این راه رو بستیم. نه نفوذ اقتصادی آمریکایی‌ها رو در کشورمون اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاسی آنها رو. حالا مگه اصلا آمریکا میخواد نفوذ کنه؟ بله، حداقل تو کلام گفته که دنبال تعویض چرخ پنچر ولایته تا شاید موتور اسقاطی نظام دوباره جون بگیره. رئیس جمهور آمریکا میگه با توجه به جمعیت جوان ایران امیدوار در داخل ایران تغییراتی هرچند تدریجی انجام بشه. این تغییرات باید مردم ایران رو به این نتیجه برسونه که برخی کارها مثل شعار مرگ بر آمریکا، تهدید اسرائیل و کمک به حزب الله لبنان ایران رو منزوی میکنه. البته این مسئله نیازمند تغییر در سیاست و رهبری ایرانه. اما ولی فقیه هم بیکار ننشسته و برای که جلو حال حریف رو بگیره میمه رو راهی زندون کرد تا دلواپسا یه چیزی برای کف و سود زدن داشته باشن و با این انیمیشن در سایتشون این واقعه رو جشن بگیرن. همو یادگار رخصت توی این بازار حرمت دارم، آخه من مشتم گرمه، از که رو مردم غیرت دارم، آخه من مشتم گرمه، در هر خونه روی من بازه، مشتم گرمه، نفع یادگار گرما سازه، مشتم گرمه. دلقک خمینی اومد بسیجی‌های وارفته رو روحیه بده، بهشون گفت نظام ما تو دنیا مطرحه. الان ایران مطرحه در دنیا. از وقتی دستمون تو دسته ولایت گذاشتیم، بله یه عیبا تو درون خودمون هست، یکی رشوه میگیره، یکی اختلاس میکنه، یکی غلطای خودمون داریم تو خودمون، اما نظاممون تو دنیا مطرحه. اما درباره اینکه نظامشون تو چی مطرحه هیچ چی نگفت. مثلا در زمینه پیشرفته ترین شیوه های اطفاء حریق در دنیا، وقتی جنگل آتیش میگیره هلیکوپتر نیارید چون پرهاش باعث میشه آتیش گر بگیره، به جاش با لیوان آتیشو خاموش کنید. وقتی 1000 هکتار جنگل تو کوهدشت لرستان زغال شد، دوستان عزیز متاسفانه الان کسی به این منطقه وجود نداره. از معاون استاندار پرسیدن هلیکوپترها کجا بودن؟ بخواد در منطقه استقرار بدن، خود چرخش بالگرد اینو در واقع چی تشدید میکنه. الان که آتش مهار شده، بالگرد به منطقه رفته. پس علتش اینه. حالا فهمیدیم که چرا این آتیشا رو با رخت و لباس و لیوان آب خاموش میکنن. نگاه، اطفای حریق با لیوان.
اینم یه دهن روزه از حاج آقا کدو تنبل اندر باب فواید مفتخوری و تنپروری. میگه بی خودی دنبال کار و مال بیشتر نرید، همینی که هست بخوری پاته نخوری پاته. ما باور کنیم که اگر من الان طلبم نبودم، یک کاسبم بودم، همین روزی داشتم که الان دارم. اگه تاجرم بودم همین روزی داشتم که الان دارم. روزی من مقدره، من باید زحمت بکشم. برای چی؟ اصلا یه جمله بگم، کسی فکر کنه باید کار کنه روزی پیدا کنه، من فکر میکنم کفر. فکر میکنه بقیه هم مثل آخوندان که بدون کار کردن جیبشون پر بشه. حالا این کدو تنبل به کنار، این بزبز قندی رو بچسب که میگه هر کی فقیره خودش مقصره که رفته زیر خط فقر. بسیاری از مشکلاتی که بسیاری از خانواده‌های ما دارن به خاطر پول نداشتن نیست، به خاطر عقل اقتصادی نداشتنه. عقل معاش نداری، درست نمیتونی اونی که داری درست مدیریت کنی، دخل و خرج تو، جلوی اسراف و ریخت و پاشاتو بگیری، اهم و مهم کنی که چه چیزی بیشتر لازمه چه چیزی نیست. تیبیریش به این یارو پول داده که شعر بخونه، اما وقتی شروع میکنه باید یه پولی بهش بدن که تمومش کنه. خاک ایران یک سر از دکتر پر است، هر که دکتر نیست نانش آجر است. هم وزیران هم مدیران دکترن، بیشتر از نصف ایران دکترن. هر که پستی دارد اینجا دکتر است، دیپلم ردی است اما دکتر است. آن که مثل آفتاب نیمه شب سر زد از صندوق آرا دکتر است. تو این برنامه هم قرار بود ملت رو نصیحت کنن، اما وسطش مجریه قاطی کرد و زیرا به نهی از منکر و دم و دستگاه جاسوس پروری نظام رو زد. بعضی از ماها عادت کردیم که دائما در زندگی دیگران تفتیش کنیم، سرک بکشیم، دقیق بشیم و بعد در نهایت میبینیم که دامنه افرادی که دوستان ما محسوب میشن محدود میشن. چرا؟ چون از این که ما دائما داریم در زندگیشون سرک میکشیم، دائما داریم تفتیششون میکنیم، اذیت میشن و ترجیح میدن که دیگه کنار ما قرار نگیرن. یه نمونه از این مفتشای شیش انگشتی همین خبرنگارای تیویریش هستن که کارشون سرک کشیدن تو زندگی مردمه. من گفتم آخه چرا یه دختر ایرانی باید همچین لباسی بپوشه که همچین لباسی که تو خارج از کشور هیچ وقت نمیپوشن. حالا شاهد پدیده‌های عجیبی تو جامعه هستیم که اسمشون رو مد گذاشتن، از عقب نشینی و کوتاه شدن مانتوها گرفته تا مدل موهایی که اگه کمی خودمونم دقت کنیم خندمون میگیره. برای پیگیری موضوع با گشت بازرسی نظارت اتحادیه مانتو فروشی ها همراه شدیم. این مغازه ها رو که میبینید با حضور گشت بازرسی بستن و رفتن. دائما داریم تفتیششون میکنیم، اذیت میشن و ترجیح میدن که دیگه کنار ما قرار نگیرن. واسه خاطر همینه که هر وقت پاش میفته ملت اینجوری میذارن تو کاسه خبرنگارای تیویریش. کسی هم برات سوی رستم نشان رد میشه. میگیرم حرف نمیزنم. مثلا یه جمله بخوای بگی چقدر پول میگیری؟ 4 تومن. بحث از گروه‌های اینجا مجری تیویریش میخواست تو خبر همایش تروریستا آب بریزه و تعداد رو 700 نفر جا بزنه، اما آخوند مشنگی که بالای قضیه بود سود زد و 700 رو کرد 500. حالا رقم واقعی رو دیگه خودتون حدس بزنید. اما اشاره کردیم به برگزاری ششمین مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت. در این اجلاس 700 مهمان خارجی از 130 کشور. سلام بر شما حاج آقا. همونطوری که اعلام فرمودید با حضور بیش از 500 نفر در این اجلاس شرکت فرمودند. در پایان توجه شما را به 3 کوچولوی بانمک جلب می‌کنیم که از همین حالا میشه آیندهشون رو پیش بینی کرد. اولی آرنولد نسل آینده،
دومین مایکل جکسون نسل آینده، و اینم شرلوک هولمزشون میشه. اگه اهل